اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، برادران و خواهران و شنوندگان و بینندگان محترم. الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب صرفی، یعنی از 22 باب صرفی، ما و شما تا به حال 7 باب رو گرفتیم و حالا باشد درس ما و شما از باب 8 از صحیفه 6. هر کسی که این کتاب را دارد از صحیفه 6 درس ما و شما شروع می شود که الباب الثامن. و چطوره که شما اینجا همچنین می بینید که الباب الثامن یعنی که باب 8 از 22 باب صرفی. لیکن ما و شما درس گذشته بیان کردیم که 22 باب صرفی، یا چند بار هست که تکرار میکنیم که 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم می شود: ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید، رباعی مجرد و رباعی مزید. 6 باب اول را ثلاثی مجرد میگفتن که ما و شما اون باب ها را خلاص کردیم. اون باب ها عبارت بودن از نصر ینصر باب یکم، و باب دوم ضرب یضرب، و باب سوم فتح یفتح، باب چهارم علم یعلم، و باب پنجم حسن یحسن، و باب ششم حسب یحسب. این 6 تا را باب های ثلاثی مجرد میگوین که فقط 3 حرف اصلی دارند و بس. بعد از این از باب 7 باب های ثلاثی مزید شروع می شود. ما و شما گرفتیم که ثلاثی مزید به 3 قسم تقسیم می شود. 3 باب اول ثلاثی مزید در اون 1 حرف زیادتی هست و ما و شما از این 1 تاش را گرفتیم، باب افعال را یا باب اکرم یکرم اکرامن را که 1 حرف زیادتی داشت بر 3 حرف اصلیش. و امروز باب 8 را میگیریم که این هم همچنین 1 حرف زیادتی دارد بر 3 حرفای اصلیش که حالا انشاءالله شما خواهید دید. و اکنون معلوم شد که باب 8 از 22 باب صرفی بوده است، لیکن باب 8 از بابهای ثلاثی مزید این باب دوم می باشد. یعنی باب دوم از بابهای ثلاثی مزید است، لیکن باب 8 از 22 باب صرفی هست. این را در ذهنتان خوب داشته باشید. خب دقت بتید. اکنون صاحب کتاب میگوید که الباب الثامن، باب 8 از 22 باب صرفی، وزنه، وزن این باب 8 فعل یفعل تفعیلا. دقت بتید، فعل عین شده دارد، یفعل تفعیلا. پس فعل فعل ماضی، یفعل فعل مضارع، تفعیلا این مصدر می باشد، مصدر. خب موزونه، هم وزن این باب 8، هم وزن ترازوی باب 8 فرح یفرح تفریحا می باشد. دقت دادید، فرح یفرح تفریحا. فرح یعنی خرسند کرد، یفرح خرسند میکند، تفریحا خرسند کردن. این هست معنایش. خب و علامته، اکنون میگه علامتش برای چی است و این باب 8 نشانهش چی است؟ از کجا بشناسیم باب 8 است؟ میگوید که ان یکون ماضیه علی 4 احرف. میگه ماضیش اهمیت بده، میگه 4 حرف دارد. ف 2 تا عین و 1 لام میشود 4 حرف، یا فا 2 تا را 1 ح میشود 4 حرف. پس فعل ماضی را میگه دقت بده 4 حرف دارد. چطور گفتیم درس گذشته که 4 حرف دارد فعل ماضی در نحو در کار میشود، لازم میشود. از این حساب این رو سخت دقت بدید که فعل ماضیش 4 حرف دارد. بزیادت حرف واحد بین الفاء والعین من جنس عین فعله. میگه که اون حرفی که 1 حرف زیادتی است، ما گفتیم که 3 باب
ثلاثی مزید سه باب اولش در اون یک حرف زیادتی بود. در اکرم یکرم همزه زیادتی بود. در اینجا حرف زیادتی کدام است که ثلاثی مزیدش گفتیم و ثلاثی مجردش نگفتیم؟ حرف زیادتی چی است؟ میگه که از عینی، از جنسی عینی بابش یک تا زیادتی کرده هستیم. ف دو تا عین، یک عینش اصلی است، یک عینش زیادتی است. یعنی در بین ف و عین یک عین دیگر را در آوردیم. از جنس عین، هر حرفی که باشد از جنس همون عین باشد. مثلا یک ر، در اینجا عین باب حرف ر است، ف دو تا ر، یک ر را ما زیادتی کردیم. هر کلمه را بیار، مثلا قتل، ببینید قتل، قتل بابی چند است؟ قتل بابی چند است؟ قتل یقتل بابی یکم است، نصر ینصر. اکنون ما قتل را اگر بابی هشت بیاریم همین ت را دو تا میکنیم، شده میمونه میشه قتل، میشه بابی چند؟ بابی هشت. مثلا فتح، دقت بتید، فتح، فتح، فتح یفتح بابی چند است؟ بابی سیوم، ثلاثی مجرد. لیکن ما اگر که فعل دو تا حرف ت را دو تا کردیم بگیم فتح، میشه بابی چند؟ بابی هشتم. دیدید؟ از جنس یعنی همین عین باب زیادتی میکنیم، یعنی دویم حرف رو دو تا میکنیم، یعنی شده ایمونه میشه دو تا. اما از جنس انا زیاد کردیم، برای خاطر یاد گفتیم ما ثلاثی مزید، یعنی سه حرفی که در اون یک حرف زیادتی هست. اون یک حرف زیادتی از جنسی چی است؟ از جنسی عین هست. این را خوب دقت بتید. این کلمه ها بستد حالا برای ما و شما لازم می شود. خوب دقت بتید. میگوید که و بناؤه للتکثیر غالبا. اکنون میگه بنایی، یعنی ساختی باب هشتم اکثرا برای، غالبا برای تکثیر است. تکثیر یعنی بسیار. پس پیش از اون که تکثیر رو بیان بکنیم، اولا یک چیزی را بیان میکنیم که در این کتاب بیان نشده است. مثلا دقت بتید برادران، ریحه، فریحه محمدون، دقت دادید؟ فریحه محمدون، ترجمهش خرسند شد محمد. جمله پره شد نه؟ خرسند شد محمد. پس معلوم شد که این فعلی چی است؟ فعلی لازم است، زیرا که فاعل گرفت مفعول بهی ندارد، فاعل دارد خلاص، پس فعلی لازم است. فریح محمدون، خرسند شد محمد. اکنون من میخواهم که بگویم که محمد یک کسی دیگر رو خرسند کرد، یعنی که این فعل رو من میخوام متعدی بکنم که مفعول بهی بگیرد. چیکار میکنم برای مفعول به گرفتن؟ پس این بابی چند، اولا این بابی چند است؟ فریحه یفرحو، بابی علم یعلم، بابی چهارم. پس از بابی چهارمی ثلاثی مجرد من میخوام بابی هشتم ببرمش، بابی دویومی ثلاثی مزیدش ببرم. پس این را چیکار میکنم؟ حرکت ر را میگیرم، در جاش ر را شده میمونم، فتحه میشه و فرح محمدون. اکنون برای ما مفعول بهی در کار است، زیرا که ما فعلا متعدی کردم. پس در اینجا می‌نویسم که چی؟ زیدن، زیدن. دقت دادید؟ پس اول بود که خرسند شد محمد، وقتی ما فرح محمدون که گفتم میشه خرسند کرد محمد، کلمه پره نشد، زیرا که مفعول بهی طلب میکند این فعل. پس زیدن که میگم پس جمله پره میشود، یعنی که خرسند کرد محمد زید را. محمد کی را خرسند کرد؟ زید را. اکنون دقت دادید باب هشتم برای چی بوده است؟ یک معنای باب هشتم برای متعدی کردن بوده است، چرا که باب هفت را گفته بودیم که برای متعدی کردن است. فعل لازمه میگیریم، مثلا دخل یدخل را گرفتیم، گفتیم که مثلا دخل محمدون، یعنی محمد داخل شد. دخل محمدون یعنی محمد داخل شد. اکنون من میخوام بگم که محمد داخل کرد زید را. چیکار میکنم؟ در اولش یک همزه را میمونم و میشود که ادخل محمدون زیدن. دیدید؟ ادخل محمدون زیدن. اکنون ادخل فعل متعدی شد. دخل محمدون، محمد خودش در آمد. و ادخل که گفتم زیدن، ادخل محمدون زیدن، محمد زید را در آورد، خودش ندر آمد، زید را در آورد. دقت دادید؟ رنگی به مثل بالا فرح محمدون بگم محمد خودش خرسند شد، لیکن بگم فرح محمدون زیدن یعنی محمد زید رو خرسند کرد، خودش خرسند نشد، زید رو خرسند کرد. پس این
یکی از معناهای بابی 7 و باب 7 و باب 8 است و هر یک باب ها تقریبا 10 15 20 معنا و 25 معنا دارد. این را ان شاء الله در کتاب‌های بعدی و در کتاب‌های کلان ان شاء الله خواهیم خواند که این باب ها برای چی است. پس معلوم شد که این باب 8 یک معناش برای متعدی کردن بود است، چطوری که فرحه را فریحه بود فعل لازم بود، فرحهش کردیم متعدی شد. این یک معناش. اکنون یک معنای دیگر صاحب کتاب میگوید بیاید اون معنا را میگیریم. یک معنای دیگر صاحب کتاب میگوید. صاحب کتاب چی میگوید؟ دقت بدید. میگوید که و بناؤه للتکفیر غالبا. میگه بنای باب 8 برای تکفیر است، تکفیر بسیار. و هو ای التکفیر، میگه و تکفیر معناش چی است؟ و همون تکفیر در چی است؟ میگه در 3 چیز است. دقت بدید این 3 چیز را. میگه تکفیر در 3 چیز است. دقت بدید. یکم و دوم و سیوم. یکم در چی است؟ در فعل. تکفیر در چی بود است؟ یکم در فعل. دوم در چی است؟ الفاعل. دوم در فاعل است. این را حفظ کنید. سیوم در چی است؟ در المفعول. سیوم در مفعول هست. دقت دادید؟ یکم در فعل است، دوم در فاعل است، سیوم در مفعول. تکثیر گفتیم یعنی بسیار. اکنون بیایید میبینیم که چی میگوید صاحب کتاب. میگوید که فی الفعل نحو طوف زید الکعبه. ببینید طوف زید الكعبة. طوف زید الكعبة. طوف زید الكعبة یعنی بسیار طواف کرد زید کعبه را. دیدید کلمه بسیار را من در اینجا داخل کردم. از کجا گرفتم؟ از ساخت باب گرفتم. یعنی بسیار که میگم این کلمه در اینجا کثیر نیست، لیکن من بسیار را از کجا گرفتم؟ از ساخت باب. پس در ترجمه میگویم که طوف زید الکعبه یعنی بسیار طواف کرد. ببین تکثیر در فعل است. تکثیر در چه؟ در فعل. پس این فعل است. بسیار طواف کرد زید چرا؟ کعبه را. بسیار طواف کرد زید کعبه را. پس اینجا ده این فعل است و ببینید این فعل این هست. یعنی یکم تکثیر در فعل، پس در فعل تکثیر است. پس کلمه بسیار در نمی همراه میکنیم. میگیم بسیار طواف کرد گردی اطراف کعبه رو زید. بسیار طواف کرد زید کعبه رو. این یکم مثال بود درباره کی؟ درباره فعل. و دویمش میگوید که وقد یکون فی الفاعل و گوه میگه تکثیر در فاعل میباشد نه در فعل. در فعل نه، در فاعل میباشد. در فاعل. مثالش چی است؟ بیایید مثالش رو میبینیم. میگه که موت، دقت بدید، موت الابل. موت الابل ترجمهش بسیار مرد شترهای بسیار. پس کلمه بسیار رو در مردن همراه نمیکنیم، در فاعل میکنیم. ما گفتیم در فاعل. پس در فاعل کلمه بسیار رو همراه میکنیم. میگیم که مرد، ببین فاعل، این فاعل است. میگیم که مرد شترهای بسیار. پس کسی بگوید که کلمه بسیار در اینجا نیست، از کجا گرفتی؟ میگیم از ساخت باب. ساخت باب برای چی بود؟ برای تکفیر. تکفیر یعنی بسیار. پس مرد شترهای بسیار. یا آدم بگه چرا تکفیر در فعل نمیکنی؟ میگه مردن یک بار است. یک بار میمرد. هر حیوان، هر چیز جاندار یک بار میمرد. مرده و زنده شده و مردن نمیگیرد. یک بار میمرد. پس معلوم شد که تکفیر در فاعل هست. چطور گفتیم؟ دویم قسم تکفیر در فاعل میباشد. پس در فاعل تکفیر است. یعنی مرد شترهای بسیار. خب سوم قسم صاحب کتاب میگوید که وقد یکون فی المفعول و گوه میگه تکفیر در مفعول میباشد. در فعل هم نه، در فاعل هم نه، در مفعول میباشد. مفعول یعنی چی؟ یعنی مثالش چی؟ غلق، دقت بدید، غلق زید الابواب. دقت دادید؟ الابواب. میگه که غلق زید الابواب
یعنی بست زید درهای بسیار را. کلمه بسیار ما در چی همراه کردیم؟ در مفعول. در مفعول. پس مفعول اینجا کدام است؟ ابواب. یعنی بست زید درهای بسیار را. درهای چی را؟ بسیار را. دقت بدید. اکنون تکثیر در چی بوده است؟ در مفعول بهی. تکثیر در مفعول بهی بوده است. پس این سه نمود تکثیر است که در فعل می شود، یا در فاعل می شود، یا در مفعول بهی می باشد. تکثیر در از یکی از این سه باب ها می باشد. این یکی از معناهای باب چی است؟ باب هشتم. یکی از معناهاش تکثیر است که تکثیر در فعل و در فاعل و در مفعول بهی یکی از اینها می آید. بعد از این صاحب کتاب برای ما و شما، یا بعد از این بنده اینجا اعراب کرده هستم. این چطور گفتم که تعلق به علم نحو دارد، اما در اینجا اعراب کرده هستم که طوف فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، زید فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، الکعبه مفعول به منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره، موت فعل ماضی مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، الابل فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، غلق فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، زید فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، الابواب مفعول به منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. همینطور اعرابی که این یک تاش رازیات که کردید دیگر همش یک نمود، یک کلمات است که تکرار کرده می شود، فقط آخرها را دقت میتید که چی است و خلاص. خب این بود درس هشتم. اینجا ما دو کلمه رو نوشتیم و به حال خودش گذاشتیم، گفتیم که این برای ما لازم است. پس برای ما این چی لازم است؟ دقت بدید این دو کلمه را. من وقتی که میگویم که قتل محمد زیدن، مثلا محمد زید رو کشت، یا مثلا میگویم قتل زید عمرا، زید عمر رو کشت، این یک مسئله. اما من میخواهم بگویم که زید قوم رو بسیارش رو کشت. چی میگویم؟ کلمه بسیار رو من میخواهم که بگویم که زید قوم بسیارش کشت، زید جنگاور قوم بسیارش کشت. پس میگویم که قتل، دقت بدید، قتل بابی چند میارمش؟ بابی هشت. قتل یقتل بابی چند بود؟ بابی یکم. بابی هشتش میارم میگم قتل زیدون القوم، یعنی زید بسیار قوم کشت. دیدید؟ کلمه بسیار در مفعول به اومد به مثل این شد، بسیار قوم کشت. این یک مسئله. من مثلا میگم که فتح، ولی باب نیاورده، فتح یفتح باب سیوم کشد. مثلا میگم فتح زیدون الباب، مثلا زید در رو کشاد. اکنون من میخوام بگویم که زید در رو بسیار کشاد. چی بگم؟ فتح زیدون الباب، یعنی بسیار کشاد زید در رو، بسیار کشاد زید در رو. پس فتح که گفتیم، البابه که گفتیم، میشود تکثیر در چی؟ در فعل. تکثیر در فعل به مثل این میشود، یعنی بسیار کشاد. کلمه بسیار رو در فتح همراه میکنیم، بسیار کشاد زید در را، بسیار کشاد زید در را. پس این هست فایده این باب هشتم که برای چی بوده است؟ برای تکفیر. خب اکنون این باب هشت به آخر رسید، باب هشت به آخر رسید. اما اون فایده هایی که هر درس ما و شما میگیریم، یعنی اشتقاق های 12 گانه، پس میبینیم که از این باب، از این 12 گانه چی طور مثال گرفته می شود. مثلا مثالش که من میگویم فعل ماضی باب 8 چی می شود؟ فرح. دقت بدید، فرح. این را در دفتراتون بنویسید و کار بکنید و بسیار بگویید. مثلا فرح فعل ماضی است، 14 صیغه معلوم داره، 14 تا بگویید. فرح فرح فرح، فرحت فرحت فرحنا، فرحت فرحتم فرحتم، فرحت فرحتم فرحتون، فرحت فرحنا و مجهولش کنید. فرح فرح فرح، فرحت فرحت فرحنا، فرحت فرحتم فرحتم، فرحت فرحتم فرحتون، فرحت فرحنا. 14 صیغه‌اش رو باید بگویید، یعنی که در زبانتون عادت کنید. 14 صیغه معلوم، 14 صیغه مجهول. اکنون فعل مضارعش می‌نویسیم که یفرح. فعل مضارع چی بوده است؟ یفرح. یفرح. یفرح را معنیش چیست؟ خرسند میکند. دقت بدید، یفرح
14 صيغه دارد معلوم، 14 صيغه دارد مجهول. یفرح یفرحان یفرحون، تفرح تفرحان یفرحن، تفرح تفرحان تفرحون، تفرحن تفرحن تفرحن، افرح نفرح. 14 صيغه اش رو بگویید. با مجهولش کنید یفرح یفرحان یفرحون، تفرح تفرحان یفرحن. 14 صيغه اش رو بگویید. پس از این اسم فاعل است که اسم فاعلش چی میشود؟ مفرح. مفرحون. این را مثالش رو کار کنید. پس اسم فعل ما چه گرفتیم؟ از فعل مضارع معلوم با آوردن میم مضموم با جای حرف مضارعت و با کسر مقابل اخیر. پس الان خیلی چیزی که در بدون خوندگی بودیم تکرارش کنید. مفرحون، یک انسان خرسند کننده. 6 صيغه دارد بگویید. سه مذکر سه مؤنث. مفرح مفرحان مفرحون، مفرحه مفرحاتون مفرحات. 6 تا. بعد از این اسم مفعول است که اسم مفعولش چیه؟ مفرحون. و مثل همین است، فقط مقابل اخیر چیکار میکنیم؟ فتحش میکنیم. مفرحون مفرحون مفرحون. یک انسان خرسند گردانده شده، یک انسانی که خرسند گردانده شده است. پس مفرحون 6 صيغه دارد. مفرحون 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 مفرحات مفرحاتون مفرحاتون. در دفتر رو بنویسید و کار کنید. بعد از این فعل جهد است که لم یفرح. لم یفرح. لم یفرح فعل چه؟ فعل جهد، یعنی خرسند نکرد، خرسند نگردانید، خرسند نکرد یا خرسند نگردانید. دقت دادید؟ لم یفرح 14 صيغه دارد معلوم، 14 صيغه مجهول دارد. بگید لم یفرح لم یفرحا لم یفرحو، لم تفرح لم تفرحا لم یفرحنا، لم تفرح لم تفرحا لم تفرحو، لم تفرحی لم تفرحا لم تفرحنا، لم افرح لم نفرح. و مجهولش کنید لم یفرح لم یفرحا لم یفرحو، لم تفرح لم تفرحا. 14 صيغه رو بگویید. بعد از این فعل چه است؟ فعل نفی. لا لا یو لا فعل نفی. لا لا تفرح لا يفرح لا يفرح لا يفرح یعنی خرسند نمی کند. ترجمهش خرسند نمی کند. لا يفرح لا يفرحون لا يفرحون لا تفرح لا تفرح لا تفرحون لا تفرحون لا تفرحين لا تفرح لا يفرح لا يفرحون لا يفرحون لا تفرح لا تفرح لا تفرحون لا يفرحنا. جمع مؤنثش، جمع مؤنث غایباتش. و تا 14 صيغه داره. صيغه‌اش شما خودتون بگویید. بعد از این چی است؟ فعل امر است و مجهول هم دارد همچنین 14 تا مجهول. بعد از این فعل امر است. فعل امرش چی است؟ فعل امرش فرح. فرح. اکنون ما فعل امر از چی میگیریم؟ این قاعده شما و شما خوندگی هستیم. فعل امر از معلوم فعل مضارع میگیریم. مثلا تو فرحو، تو فرحو. اکنون ما از تفرح فعل امر میگیریم. اولین کارو میکنیم چی میکنیم؟ آخرش ساکن میکنیم. در بدون خوندگی بودیم ساکن میکنیم. میشه تفرح. و حرف مضارعت رو میگیریم میشه فرح. وقتی میبینیم بعد حرف مضارعت متحرک است احتیاج به الف نداریم. الف نمیاریم. احتیاج به الف نداریم. پس چی میشود؟ پس میشه فرح. فرح فعل امر است. خرسند کن. فرح فرحا فرحو فرحی فرحا فرحنا. 6 صيغه دارد. 6 صيغه رو شما چیکار کنید؟ در دفتراتون بنویسید. بعض این فعل نهی است که 8 صيغه دارد. میگوید لا تفرح. فعل نهی چی است؟ لا تفرح. لا تفرح. لا تفرح معناش چی است؟ خرسند نکن. لا تفرح خرسند نکن. این همچنین 8 صيغه دارد معلوم و 14 صيغه مجهول دارد. تا آخرش که به مثل فعل مضارع فقط آخرش جزم میکنیم به مثل فعل جهد. این را در بدون و تفصیل خوندگی بدیم. پس اسم زمان و مکان، اسم زمان و مکان به مثل اسم چی است؟ اسم مفعول هست. اسم زمان و مکان اسم مفعول هر دوش یک رنگ است. چطور گفتیم که این را ما اسم مشترکش میگیم. یعنی اسم مفعول 1، اسم زمان 2، اسم مکان 3، مصدر میمی 4 به همین وزن میاد. فقط در جمله ما میشناسیم که کدام یکی از این 4 هست. اما بعد از این اسم آلت این باب ندارد، اسم تفضیل همچنین ندارد. اسم آلت اسم تفضیل خاصی 6 باب اول 6 باب ثلاثی مجرد است و بس. پس این بود اشتقاق‌های 12 گانه از باب 8 از باب فرحه یا کلمه فرحه را نمیتونه 12 قسم میگیریم. اما یک انسان بیاد این رو بگیره چطور میگیره؟ اینا به مثل همین 12 تا گرفته میشود. فقط اسم آلت اسم تفضیل ندارد، باقی مونده همش دارد. طوف طوف طوفوا طوف طوفت طوفنا طوفت طوفتم طوفتم طوفتی طوفتم طوفتنا طوفت طوفنا. فعل معلومش با مجهولش کنیم طوف 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 تا آخرش. بعد با مجهولش میکنیم طوف یطوف یطوف یطوفان یطوفون تطوف تطوفان یطوفنا تطوف تطوفان تطوفون تطوفین تطوفان تطوفون اطوف نطوف.
14 صيغه معلوم با مجهول دارد. با فعل اسم فاعل مطوف، اسم مفعول مطوف، فعل جهد لم يطوف، فعل نفی لا يطوف، فعل امر طوف، فعل نهی لا تطوف، فعل اسم زمان اسم مکان و مثل اسم مفعول هست که اسم مشترک مصدر میمی همش به وزن میاد. این ده همچین در دفتراتون به مثل همین بنویسید. بعد از این موت اکنون ما میخوایم 12 چیز خواهیم چخیل بگیریم. موت فعل ماضی، موتوتت موتتا موتنا جای معنیس غایب. موت اکنون اینجا دقت بتید به مثل حسونه را یادتون باشد در بدان ما گفته بودیم که وقتی که ما جمع مؤنث شکی آوردیم، حسونه را جمع مؤنث شکی آوردیم چی میگیم؟ میگیم متکلم شه. اگر که آورده میگیم جمع متکلم شه. حسون نمیگفتیم، نه دونون یک تا میکردیم. پس در آن همین موت یک تا می نویسیم با شده به مثل این. ببینید موت یعنی که موت انت یعنی تو. وقتی گفتنی که باشیم یعنی مخاطب دا گفته باشیم میگیم موت. اصلش چی هست؟ اصلش موت. دیده؟ موت این طور است. لیکن تا یکم ساکن تا دوم متحرک ایشه در یادش میدراریم ادغامش میکنیم میشه موت. و مثل این بنویسید در دفتراتون. موتی موتنا جمعی مؤنث. موتو با مثل همین فقط دامش میمونیم. موتو یعنی من بسیار کشتم، بسیار میراندم. موتو موتنا انا میطور در دفتراتون بنویسید. باز موت یموت فعل مضارعش یموت یموتون یموتون تموت تموتون یموتنا تموت تموتون تموتون تموتینا تموتون تموتنا اموت نموت. این را همچنین معلومش با مجهولش کنید. یموتو یموتون یموتون 14 صیغه‌اش رو بگید. اسم فاعلش مموتون، اسم مفعولش مموتون، اسم فعل جهدش لم یموت، فعل نفیش لا یموت، فعل امرش موت، فعل نهیش لا تموت. اسم زمان و مکانش به مثل اسم مفعول اسم مشترک میآید و اسم حالت اسم تفضیل ندارد. پس از این غلق همچنین 14 صیغه‌اش رو غلق 14 صیغه معلوم. بس مجهولش میگویید غلقوا تا آخرش. و فعل مضارعش یغلقون یغلقون تغلقون یغلقنا تا آخرش. اینها رو هم همچنین میگویید در دفتراتون مینویسید. فقط مشکلی در این کلمه موته داریم. چطوری که در اینجا گفتیم همین را دقت بتید خلاص دیگه باقی موندهش درست است و در اینها یگان اشکال نیست. به مثل همون کار کرده میشه. چون قتل هم به مثل همینها کار میکنیم، فتح هم به مثل همینها کار میکنیم که اینها دیگه یگان مشکلی نداره. فقط مشکلی در این موته د ت که همراه میشود و مثل این نوشته میشه. چطوری که در حسون نه گفتیم که اصلا اینجا دو نون بود، یکم نون ساکن دویم نون متحرک، نون را ادغام کردیم یک تا شد. پس این را دقت بتید. پس این هست درس هشتم ما و شما و باب دویوم ثلاثی مزید. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید و الله تبارک و تعالی حافظی یک شما. امیدوار هستم که از این درس ها از این کلمات استفاده برده باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.